داستان این پیام امام حسین علیه السلام مفصل بیان هم شده. من به اصل مطلب میپردازم. در آخرین مرتبه سید الشهدا علیه السلام به این عالم فرمودند مهدی ما در اصل خودش مظلومه، تا میتونید براش سخن بگید و قلم فرسایی کنید. اینجا حضرت مطالب دیگری درباره امام زمان فرموده و مجددا تأکید میکنم درباره مهدی ما زیاد سخن بگویید و بنویسید. مهدی ما مظلوم است، بیش از آنچه که گفته شده و نوشته شده باید برای او بگویید و بنویسید. دقت بفرمایید عزیزان، سید الشهدا علیه السلام با اون درجه از مظلومیت داره دم از مظلومیت فرزندش مهدی میزنه و این دغدغه رو داره از شیعیانش درخواست میکنه که برای مهدیش یه حرکتی بزنن. دقت بفرمایید تو همین مطلب کوتاه 2 بار داره امام حسین به این موضوع تأکید میکنه. به یقین عرض میکنم با توجه به مطالبی که موجوده برای سید الشهدا علیه السلام چیزی مهمتر از فرج فرزندش نیست. در آستانه 40 حسینی دارم این مطلب رو عرض میکنم. سیل زائری که داره به طرف حرم سید الشهدا علیه السلام میره به این مطلب توجه داشته باشه. اگه خاطر امام حسین رو میخوایم باید فرمایش ایشون رو چشممون بذاریم. زشته برا ما این همه زائر داشته باشه امام حسین، بعد ایشون بفرماید فرزندم مهدی مظلومه. برای امام حسین داریم میریم دیگه. امام حسین این مطلب رو ازمون میخواد که برای فرزندش، برای منتقمش، برای منجی عالم شما یه حرکتی کنی. دعا کردن شخصی خودت به جای خود، تبلیغ و دیگران رو متوجه امام زمان کردن، این چیزیه که امام حسین ازمون درخواست کرده. حواسمون باشه داری به زیارتی میری که امام حسین به اون زائر تهرانی فرمود ما راه کربلا رو باز کردیم که بیاین اینجا و فرج فرزندم را از خدا بخواین. این 40 و این سیل زوار مهمترین موقعیت شیعه برای درخواست فرج، عظیمترین اجتماع شیعیان به همراه مهمترین مرکز استجابت دعا. دیگه از این موقعیت بهتر نیست و نخواهد بود. هر کی میشنوه این مطلب رو یه لبیک بگه به سید الشهدا علیه السلام. آقا جان نبودیم کربلا یارید کنیم، چشم به روی چشم. میفرمایی برای فرزندت تبلیغ کنیم، به روی چشم. از این 40 به بعد همه نیت میکنیم در راستای لبیک به فرمایش سید الشهدا علیه السلام هر کدوممون با یه تعداد زائر صحبت کنیم، گلایه های امام زمان رو بگیم، اهمیت دعا برای فرج رو بگیم، فواید دعا برای فرج رو بگیم و ازشون عهد بگیریم که در مسیر و خاص تحت قبه مقدسه سنگ تموم بذارن تو اکثار دعا برای فرج مولا. این شما و اینم درخواست امروز سید الشهدا علیه السلام. انشالله که هممون رو سفید باشیم. همین الان نیت کنیم، نظر تبلیغ برای امام زمان کنید. حاجت داری، گرفتاری، یه بار نظر تبلیغ برای امام زمان کن و نتیجهش رو با چشمانتون ببینید. همین نظر کلامی ها هیچ هزینه ای هم نداره. امتحان کن، بگو با 20 نفر 40 نفر هر تعداد در رابطه با امام زمانم صحبت میکنم و تشویقشون میکنم به دعا برای فرجش. حضرات فرمودن خدا رحمت کنه کسی که با زبانش امر ما رو احیا کنه. بسم الله، درخواست امام حسین رو اجابت کنیم، برای فرزندش یه حرکتی بزن تو این مسیر. بعد رفتی داخل حرم بعد از این تبلیغ برای فرزندش، ببین چطور تحویلت میگیره. خدا شاهد جوری دیگه نگات میکنه، خدا شاهد حالت جوری دیگه عوض میشه. امسال تجربهش کن.